سلام دوستان، امروزم با یه آموزش غذای خوشمزه گیلانی میرزا قاسمی اصل گیلانی در خدمتتون هستم. سلام دوستان، روزتون بخیر. امروز من از صبح برنجم و پا شدم شستم. هر روز همین کار میکنم، برنجم و میشورم تا یه چند ساعت خیس بخوره تا بهتر در بیاد. یا میتونین از شب قبلم برنجتون رو اگه 1 ساله است میتونین از شب قبل خیس کنین که خیلی هم حجمش بیشتر میشه، هم سبکتر میشه، هم خوشبخت‌تر و خوشمزه تر میشه. اینم سبزیایی که من خیس گذاشتم، دیروز پاک کرده بودم. امروز یه مقدار برداشتم خیس کردم از صبح. الان 2 ساعتی میشه که تو آب مونده و الان میخوام آب کشی کنم و تربچه هم یه مقدار خیس گذاشته بودم، شستم، آب کشی کردم و تمیز هست. بقیهش هم همه نشسته میذارم داخل یخچال توی پلاستیک درشو میبندم، میذارم داخل یخچال به مدت 1 هفته. دوستان این سبزی ها همینجور تمیز و تازه میمونن، هر بار که توی آب بریزین تازه و جوون میشن، اصلا هم زرد نمیشه. تا 1 هفته شما سبزی تمیز و تازه دارین. خب عشقا، من شستم سبزیمو، میذارم اینجا تا یه نیم ساعت قشنگ آبش خارج بشه، بعد برای نهار سرو میکنیم. خب دوستای گلم، سیرمو میخوام سرخ کنم، یه غذای خوشمزه محلی دیگه امروز درست کنم. یه مقدار بهش زردچوبه میزنم، میذارم سیرم سرخ بشه. به به چه عطری بلند شد. بهش بادمجونمو که از فریزر در آوردم اضافه میکنم. کبابیه دوستای خوبم. درشو میذارم چون یه مقدار هنوز منجمده تا یخش باز شد درست شد. برنجمونم دیگه قل اومد. میذارم قشنگ برنج باز خودشو باز کنه. یه مقدار دیگه برنجم آب کش کردم دوستان. میریم برای مرحله بعد. برنجمونو گذاشتم دم بیاد. ماهی دودیمونم اینجوری توی کاسه گذاشتم، تمیز کردم، شکمشو خالی کردم، شستم و یه مقدار خیلی کوچیک آب ریختم. ببینید داخل کاسه گذاشتم روی برنج. درشو میذارم تا نیم ساعت 40 دقیقه دیگه دم بیاد. دوستای گلم میبینین که بادمجونم یخش تقریبا باز شده.
میذارم دیگه، درشو نمیذارم، میذارم همینجوری سرخ بشه. سیرمو سرخ کردم، بادمجون کبابیمو برداشتم ریختم داخل قابلمه، بهش زردچوبه زدم، نمک زدم. دارین میبینین که داره سرخ میشه، درشو نمیذاریم، میخوایم بادمجونمون سرخ بشه دوستان. تو این مرحله فقط اینم تخم مرغش دوستان. 4 تا تخم مرغ بهش زدم، نمک و فلفل بهش اضافه کردم. من قبلا براتون آموزش گذاشتم با گوجه بود. اصل میرزا قاسمی گیلانی بدون گوجه است و به همین شکل سیرداغ و بادمجون کبابی و تخم مرغ. خب من آروم توشو ضربه میزنم. تخم مرغ من سفت بشه و از گوشه میام روش. درشو میذارم تا بپزه قشنگ تخم مرغای من به هم نمیزنم چون مزه سیمساکی پیدا میکنه تو این مرحله. ببینیم چی شد. به 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 دوستای گلم، ببینید تخم مرغ من درشت تیکای درشت داخل خود بادمجونه، له نشده. خیلی آروم و دبرانی هم میزنی. منم همینو میخواستم. نگاه کنین چه عطری داره، یعنی نگم براتون. به به جای همه تو خالی واقعا. این بادمجون، این سبک درست کردم سبک اصیل رشتیای قدیمی، گیلانیای قدیمی عزیز به همین سبک درست میکردن میرزا قاسمی ها. گوجه ای نداره. حالا اگه بعضیاشون دوست داشتن یه دونه گوجه توش پوست میگرفتن، درشت چارقاچ میکردن، تیکای درشت مینداختن توش. گوجه ای نداره کلا. این دیگه سلیقه ایه، علی اصلش اینه که دیدین امروز. به به چه رنگی، ای جانم میرزا قاسمی. به به جای همتون خالی دوستان. اینم از نهار گیلانی ما، میرزا قاسمی خوشمزه و جان دل، تربچه های خوشمزه، سبزی تازه و این تهدیگ جانانه. جای همتون سبز دوستای گلم. اینم ولاگ امروزم بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اینم ماهی دودی. به 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 اصل قضیه همینه دیگه. با میرزا قاسمی اصل قضیه ماهی دودی و ماهی شوره. ای جانم ای جانم. جای همتون سبز، مستقیم بخور بوشو بهشت. به به.